بچه‌ها چطورید؟ خیلی خوش اومدید به ویدیوی جدید. رفقا امیدوارم هر جا که هستید حالتون عالی باشه. عیدتونم پیشاپیش مبارک. انشالله سال خوبی کنار خانواده‌تون داشته باشید. دوستان یه عرضی داشتم. اول از هم که ویدیو ما رو لایک کنید. اگر میبینید این ویدیو رو لطفا لایک کن داداش گل من. دست دم در نکنه. دومین مورد اینه که من یه نظرسنجی گذاشتم، یعنی یه پست گذاشتم، هیچ کامنتی نداشت. تو این پست کامنتتون رو بگید، نظرتون رو میخوام بدونم. بعد از عید بریم رو پی سی یا نه؟ یه نهاری چیزی بنویسید، دارم ببینم نظرتون در مورد این قضیه چیه. عشق منید. امروز هم که اومدیم دوتا گانه، بهترین گانای وانشاتی که از نظر من بهترین گانای وانشاته، اومدیم دوتا رو تست کنیم ببینیم کدوم بهتره، چجوری آقا، کدوم خوب هد میخوره، کدوم خوب وست میخوره بین شاتگان و وودپکر. عشق منید. حتما تا آخر ویدیو رو تماشا کنید، واسه دوستاتون هم بفرستید، کانال ما رو هم ساب کنید، اون زنگوله هم بغلش هست بزنید. عشق منید. بریم سراغ ویدیو. خب دوستان گل استارت شد. ما وود نیفتاد پس درو میگیریم. کلا من از گانای وانشات خوشم میاد، حال میکنم با گانای وانشات نسبت به گانای SMG. SMG رو UMP رو هر کاری کنی هد میخوره. ای بابا زخم ماری که داداش گوشیم لگ داره خدایش. نظرتون رو بگید. بریم رو پیسی نریم رو پیسی؟ اینجا راحت تره. نه اینکه بریم رو پیسی گوشی رو خرابش میکنم، و نه سنسای گوشی رو میارم. اینجور نیست که داداش یه دقیقه صبر کن دیگه داداش. صبر نمیچرخه. بس داداش شرمنده درسته وودپکر نیست ولی تو باید وودپکر میگرفتی. اوف این چی بود پسر؟ این چی بود؟ داشلو پیسی استاک میزنه. اگه دوست دارید عین این که من دارم استاک میزنم فست اسنایپ بزنید، بیا اینم یه دمار زن. کجای قدیم پیک رفت، پلر قدیمی رفت. چه گیمی اینا بزن داداش من دارم دورت میچرخم، تو داری دور من میچرخه، یعنی چی آقای داداش؟ انگاری که خیلی پولو پریلی داداش گلم. این هم جزء وودپکر حساب میشه دیگه دوستان، جزء وودپکره. حالا یه جوری تلقین میکنه من وودپکره، شما قبول کنید وودپکره دیگه دوستان، گیر ندیم. وودپکر رو امتحان میکنم الان. کلا من با این گانا دراگونا و اسویدی که همون اسویدی با وودپکر بیشتر حال میکنم تا دولول و شاتگان امدن. بیا گوشیم لگ داره ما رو میزنه. ایول داداش والا این چه گانه چرتی پرتی گرفتی؟ 3 رقم چی الان؟ بیا بریم ببینم. بیا بریم دوتا یخم رو رفته. ایول مثلا یونی که میزنم. بیا اینجا زیاد ورجه برده نکن دیگه بابا حیوون. بخواب بابا. آره داشتم میگفتم بریم رو پیسی دوستان. اشکال دیگه اونجا. چرا من الان یو ام پی رو وای چرا مغزم تعطیله دوستان؟ یعنی چی آخه؟ این الان کجا خط گرفته؟ آدم لاشی. بله وارد محوطه ترنینگ میشویم. از اونجایی که من وودپکر رو خیلی بیش از حد دوست دارم، اول وودپکر امتحان کنیم. عشقید.
اگه لگ بذاره. ایول دوستان وودپیکر خداست. آقا من میگم وودپیکر. اگه نظر من رو بین این دوتا بخوای، نظر من قطعا وودپیکره. آقا لگ نزن دیگه دار مادر. همین از وودپیکر دوستان. بی زحمت این دورورم بزنیم. کجا رفت؟ داداش کجایی؟ مثلا ستیری شد دیگه. آقا البته تو نیستیم که داداش. مثلا میشه نظرم رو عوض کنم برم رو شادگان دیگه. نه خدا کل گانه شوخه میکنم وودپیکر، ولی کل گانه من کلا وانشاتش خوب میخوره. نخوردم برو نمیگم. بیا 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 دیگه دوستان میخواد. خب بذار اینا رو ترکیب کنیم. مثلا ببین یکی به این یکی به این یکی به این نخواد به این یکی به این یکی به این نخواد بازم به این به این. من اینجوری قفلی میکنم یکی به این یکی به این دیگه دست خودم نیست. موقع بازی کردن بسیار تکبریم میگم همینجوری از خودم، اما دقت نکنید دیگه. مثلا تا اینجا رو ویدیو رو لایک کردی، لایک نکردی پلیز لایک کنید عزیز. دیگه این وودپیکر نشسته بزنم یه گلول یه وودپیکر رو نشسته میخوریم زیاد باید بکشی بالا نخواد. خب دوستان ویدیو ما به پایان رسید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. نظراتتون رو تو کامنت حتما بنویسید. عشق منید. بعد اون سوالی هم که از شما کردم که بعد عید بریم رو پی سی یا کی بریم رو پی سی، نظر با شماست. اون حتما تو کامنت ها بهم بگید. تو کامنت ها بهم بگید ببینیم که قضیه چیه، نظرتون در مورد اینکه بریم رو پی سی اصلا چیه. عشق منید. لایک ساب کامنت هم فراموش نشه. عشق منید. خدا نگهدار.